جمهوری اسلامی گرامی می حادثه ای که به درزا نیل شما رخ داده واقعات زیر اندرلاعن و چیزی که شرعی و قیسی موسیقی و چیزی که خبر دارن انترنشنال چیزی که پخش کرده درباره کذب و صدق و شما چیزی که خبر داریم اندرلاعن و موضوعات شما بود. درسته شما خوب لطف فرمودید مولی صاحب. ما به همه اینجا که محترم عامر صاحب حقوق و عامر صاحب اجراییه و محترم عامر احکام و فرامین آمده بودن به تحت امر استر مکمه آمده بودن به سر خود نه آمده بودن با اونا از اینجا خط سندی داده شده بود که شما و همین موضوع به طبق شرعی و قانونی اصلاح جاری کنید. اینا که آمدن به همین جا ما موشیفیدایی بودیم به همین مجلس به ما موشیفیدا صلاحیت و وقت دارن که همین موضوع اگر به هر راهی که راه خیر و نیکی و اصلاح دو طرف جور بیاید شما جور کنیم. ما همون موشیفیدی و کش خورده کردیم اما خداوند عالم جل جلاله نخواسته بود که موضوع از راه موشیفیدی و اصلاح جوری آید. بعد از اون حکم محکمه ثلاثه که استر محکمه باشه و محکمه مرافعه باشه و محکمه ابتداییه باشه همین چیز عامر صاحب حقوق مولای الله آخوند در همین جا به حضور از اینا قرائت کرده که حکم کرده بودن محکمه ثلاثه که همین نیکای بی عابد نام به برادر حجی رحمانی که عبدالعزیز نام باشه به سالهای سابق ثابت شده که مریه اینا خلاص شده. این گپایی که انترنش دیدم چیزی که خبر دارین در بین اینا که می عابد نام مثلا به محمد عظیم برادر رحمانی داده بوده نبوده الماگی خود داده بوده هیچ شرط شبهی نبوده که رنیتی بوده 3 سال اینو هیچ اجباری از طرف مسئولین امارت اسلامی در این راستا کاملا اجباری نبوده هیچ کسانی که مثلا میخوان که الحمدلله ما و شما نظام اسلامی امارت داریم در سر و ما و شما نظام دلسوزی داریم نظام ما و شما از ما و شما است و ما و شما از نظام هستیم و کسانی که میخوان از بیرون مثلا دسیسه بیاندازن و به طی چندین سال مثلا اونها مردم افغانستان ما و شما تباه کردن که اخبار انترنشنال است اونها اخبار کذب اونها نشر میکنن درباره اونها شما چی نظر دارید؟ بالکل اونا مردمایند که دسیسه جور میکنن به خاطر نظام برنامگی نظام هیچ نوع جبر و اکرای نبوده به طبق شرعی فیصله بوده. اینا اعتراض محضیه که به انترنشنال اینا راپور میدینن باید از طرف اماراتی رودیش باید بند شده چرا موضوع اسلامی رو اینا اخلال میکنن خبرهای کذب میکنن یک نوع وحشت و دهشتی در بین امارت اسلامی مسلمان های جهان میندازن. ما قطعا رودی اینترنشنال نامخواهیم هیچ خبر کذبی نشر میکنه امارت برنامه میکنه مجاهدین برنامه میسازه. ما قطعا از بله گپ محترم بسیار مورد قبول و حقیقت چون که من از اول مجلس تا آخر مجلس بودم مسئولینی که آمدن اونا هیچ نوع جبر و اکرای بر علیه ها دو جانب نداشته و نکردن. این اخباری که انترنشنال نقل کرده همه کذب دروغ اینا کذب محضیه که به نظام اسلامی افترا میکنن. باید جلوی از انترنشنال جدا گرفته شده چون این یک فاصله و یک مشکلی در مابین مردم عام ملت و حکومت اسلامی امارت اسلامی افغانستان پیدا میکنه. باید جلوی از جدا گرفته شده. در همین موضوع هیچ مشکلی نبوده. محاکم ثلاثه تایید بوده و نیکای بوده هم قانون و قواعد قانون شرعی هم مطابق بوده. هیچ مشکلی نبوده.